من ادابازی در نرو بخور. نه یه بعدی که من دو نفر اینو میخوام چکمک تفق بذار بخوری بعد تخفیف بذار نه بخوری بعد فعلا بوی ویسکی بیار بالا تو تا خیلی وضعیت خرابه. اینجا بود خوردم. بیار خیلی تو هم خوبی، من خوبم، عالیم، متشکرم. حامد کو؟ باز شروع شد. حالا حامد میاد فشکشش میکنه. حامد ویلاس گم شو. خب جا خونم بلدم. عاقلانه. ای وای دهنی تو گای خارگول با چیز از اینجا بخونه عشقم. میگه آه چه تربیت سیزه، چقدر بی‌ادبن، خیلی تربیت سیزین. خودت میدونی برای چی اومدی این لایف، پس بدون مطالی برو سراغ اصل مطلب. سیگار نکش، ضرر داره. بیا دوتاتون داداش گو خوری ضرر نداره. من ضرر نداره. برسونیم به 200 نفر. 61 نفریم. 200 نفر بیار بالا تا لایوت بره بالا. او 200 نفر، او 200 نفر 200 نفر. تو خودت خوشگلی، سودا رو میخواییم چیکار؟ من اومدم همون فیک سودا کن. 200 نفر بنابانی یه هر چی ما میگیم بیادبیم. من رسوا کردم. چی رو رسوا کردم؟ چه تربیتی. سودا بیا توی چیز. خب باشه من سودا رو میارم تو کات ببینم 1,000,000 نفر میشین. سودا بیا. من خودم رو جر دادم پیج اصلی 1,000,000 نشد. اینا خیلی جقیان. اینا میان تو پیج جق میزنن میرن. آره فالو نمیکنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم اهل البیت. حالتون چطوره؟ نفسا کات نکرده با حامد عروسیشه. من ریاکشناتو دوست دارم. برای من اگه عادی شده دوست دارم یکی کنارم ریاکشن نشون بده. آخه از این چیزا اصلا نخون. شما پیتزا میخورید تنهایی؟ این کیه فهمیده ما پیتزا میخوریم؟ تو استوری کردی. خیلی خوبی وقت میگم قبل منم خورده بودی راستشو بگو. نه من کلا دو بیکم یه بیکم مال من 75 80. بانو پا نشون بده که مالتون 70. نه مال 85. سیگارو چوب نکن. خاله عمته. یه فکر سلامتی ما بزنید. خب سلامتی بچه‌ها. سلامتی شما عشقا. مودش خاله عمته. خب سلامتی بچه‌ها. خانم دکتره. مامه بیشتر از این نشون بدم یه مامه. چی؟ چقدر تربیت دیدن. دوباره آب میخوام. دوباره آب. بس بکنم. یه کوچولو. دخترها پیک میزنن آدم خندش میگیره. چه بی‌ادبه. امیر مهدی نوشته منظور دیدم حالت نشون بده. بیا
پیمان از گوشه بلند شده. چی؟ از این گوشه. نه عفونت که نمیکنه. زخم نیست. اینو فقط میان تو لایف همین چوتی پرت میگن؟ همین. بیشتر مخاطبتم پسره. 98% پسر اون 2% رشته شما نسبت تو با سرداد چیه؟ چند سالتونه؟ من نسبتم همه با کس سرداد همه. ایشون همه کس من هستن و ایشون هم همه کس من هستن. دودول شما ایرانی برای چی کوچیکه؟ برای اینکه از سن کم شروع میکنید باشگاه رفتن و مصرف مکملای حیوانی. برای همین دودولتون کوچولو میمونه. به خدا واقعیته. اونو چی کارش گل میزنین تو سن کم. یکی گل زدن دودول کوچیک نگه میداره. یکی استفاده از مکملایی که برای بدنسازی استفاده میکنی، اینا تا سن رشدتون تکمیل نشده، من نمیخوام سیرم، تا سن رشدتون تکمیل نشده نباید استفاده کنی. خانم تو شوگر با دادی میخوام. اینو می‌خواستم کوچیکه چون عمه خندید کوچیکه چون عمه خندید. اینو چه حوصله‌اش داره تو این همه نقطه گذاشته بود مریض. چون اینا قرار بود دخت باشی شدم دیگه. خداوندی در کوچیکی تاثیر داره. خودازایی در کوچیکی تأثیری تو کوچیک موندن دودول نداره، ولی یکی از اشتباههای ریشه‌ای که باعث میشه دودول کوچیک شه و یا زود انزالی رخ بده و یا بیشتر مشکلات جنسی به خاطر ختنه اشتباه دکتر. اون تو مشکل ژنتیکی حل نمیشه. همیشه داستانی ندارم میرم اونجا انقدر چق چق میکشه تا من بیام آب باز کنم. بیارمش پایین. بستم و میاد پایین خودش. گربه است و باز دام پشت این کشید پایین. خب بچه‌ها من برم. مثل اینکه کامنت های بی نظیرتون مثل همیشه تکراریه، برای همین میرم تا بعد. چجوری ببندم؟